از تمرین شماره 1 شروع کنیم زدن. تمرین شماره 1 نوتای گرد هست، نوتای 4 ضربی. برای هر ضربه 4 شماره مکس میکنیم. نوت اول تون، انگشتا کامل کنار هم. برای زدن گفتیم اگر که در رو به 4 قسمت مساوی تقسیم کنیم، ما با این ربع دایره پایین سمت راست کار داریم. از نوت تون شروع میکنیم. 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4. تمرین شماره 2 تمرین میانه ها هست، میانه راست و میانه چپ. میانه راست دو تا انگشت وسطمون، میانه چپ انگشت پایین. 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4. تمرین شماره 3 تمرین بک. همون دوتا انگشت فقط بند اولش گوشه. حواسمون باشه که مچمون خم نشه. به وسیله آرنج کمک میکنیم که دست گوشه بزنه. 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4. تمرین شماره 4 رو میخونیم. میشه تون، سکوت سیاه، نوت میانه چپ که چپ تنها میگیم و سکوت سیاه. تون، سکوت، چپ، سکوت. تون، سکوت، چپ، سکوت. تون، سکوت، سکوت. سکوت، سکوت. 2 3 4 2 4 2 4 2 4. تمرین شماره 5 تون، چپ، تون، چپ، تون، چپ، تون، چپ تا آخر. هر تمرین وقتی خوب تونستین بزنین، خوب اجرا کنین، سعی کنین با سرعت‌های مختلف اونو بزنین. سرعت کند، متوسط و تند. الان یک کمی تمرین رو با سرعت بیشتری اجرا می‌کنیم. 1 2 3 4 1 2 3 4 4. بازم تندتر. 1 2 3 4 1 2 3 تمرین شماره 6 میشه تون، میانه، بک، سکوت که میانمون میانه دست راست. تون، آرنج کمک میکنه دست میره بیرون. میانه، آرنج کمک میکنه دست میره بیرون خارج. و اینکه دوتا انگشت کنار ساز ضربه میزنن با بند اول میشه بک. پس میشه تون، میانه، بک، سکوت. 3 تا صدای مختلف باید داشته باشیم. میانه، بک، سکوت. میتونیم بشماریم باهاش. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. تندتر. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. تمرین شماره 7 تمرین تون میانه بک هست. فقط این بار به جای میانه راست از میانه چپ باید استفاده کنیم. 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 4 4. تندتر میشماریم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. تمرین شماره 8 میشه نوت تون، چپ، تون، چپ، بک، چپ،
چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. تمرین شماره 9. تون چپ بک چپ، تون چپ بک چپ، تون چپ بک چپ، یک دو سه چهار، دو سه چهار، دو سه چهار، دو سه چهار، دو سه چهار. سرعت تمرین بالاتر میبریم. یک دو سه چهار، دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، تمرین شماره 10. تون چپ بک چپ، بک